کباب بدون سیخ مزه کباب نداره. هیچ کبابی هم کباب بازار نمیشه، حتی کباب دربار. کباب باز داغ داغ با سیخ به نیش کشید. استاد یه دوتا گل بزن بکش به دندون. دندان کباب خوری ندارم، خوراک من نان و ماسته. استاد مدت هاست به تجویز اطباء از گوشت پرهیز دارن. طبیب جماعت حرف مفت زیاد میزنه. گوشت بخور جون بگیری، شام و وقت عصرونه بخور، سبک و مقفی. وجود امثال شما مردان نامی برای ایران نوین امروز لازمه. مهندسن به این مرتیکه آشپزباشی بگو گوشتشو زیادی تو ماس و پیاز خوابوندی، خیلی نرم شده. باب دندون شاگربه های قاجاریه. پهلوی با دندون ببر کباب میخوره. گوشت بشه به تنتون انشاءالله. تو سر 4 تا شارو خوردی. ناصرالدین شاه مشنگ عیاش، مظفرالدین شاه ملنگ علیل، ممدلی میرزای دبنگ الواد و اون احمد شاه بدنم کن. اما پهلوی سر تو رو میخوره. عاشق شوید برادرها، خواهرها، عاشق شوید. زندگی به عشق است. عقل به آدم زندگی نمیده. عقل به آدم حساب میده چجور بهتر بخوره، چجور بهتر بخوابه، چجور بهتر پلاسیده بشه، چجور بهتر دلمرده باشه. عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند. مسلمان عاشق است، عاشق خداست، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفاً میدان ساخته شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.